سلام بر همگان. همکنون ساعت آغازین روز پنجشنبه 8 خرداد 1404 هست. بازی ملوان و استقلال فینال جام حذفی رو در پیش داریم تا کمتر از 20 ساعت آینده، ساعت 7:45 غروب خواهد بود. دقیقاً حالا بعد ویدیو بعدی بهش بپردازیم، ترکیب و پیش بینی و اینا. من داشتم یه ویدیویی می‌خواستم ضبط بکنم در مورد آقای سیروس قایقران که مردم انزلیشون خیلی دوست می‌دارن و بنده به صورت مثلا عراکی هم هستم، ولی به طور موقت طرفدار تیم ملوان هستم در بازی امروز. تو فکرم بود همیشه که یکی از آهنگایی که من همیشه میشنوم به صورت فولکلور هستش، آها بگو، که این به زبان گیلکی هست. این به چه معناست؟ گفتم جای سرچ داشتم سرچ میکردم، گفتم همین اصلا ضبط بکنم، چون ما کشور ایران این کشور عزیز من به وسعت 1648 195 جا به جاش رو هر جایش بری از نظر فرهنگی زبانی یه زیبایی داره که من علاقه دارم همه حتی جزئیات فرهنگ قلمرو کشور ایران رو بشناسم. به همین خاطر کنجکاو بودم، گفتم اینو بیام به صورت لایو ضبط بکنم که آقا این آهنگ که حالا قدیم بوده و خونده میشه به چه معناست. حالا اگه بشه از ای آی هم سوال پرسیدیم، ولی من میخواستم این امتیاز این یعنی فرصت به قول خودمون بلیته که بر چت جی پی تی هستش و توی چون به محدودیت داره قسمت‌های بعدی به کار برم، ولی حالا گفتیم اینجا باشه یه سوال ازش بپرسیم اصلا میشناسه، میتونه سرچ بکنه و بگه کلیاتش چیه یا نه. ببین خیلی جالبی سایتی که گذاشته توی پرانتز گذاشته، ترجمهش اینه که میگه یار دوست داشتنی من لباس محلی پوشیده بود. وای گالشی یعنی لباس محلی، نگوده یعنی پوشیده. آخه می جان یار یعنی جان من. بس سعی میکنم ملودیشو نخونم که این مشکل کپی رایتی پیدا نکنه، چون افراد مختلفی رو پلی کردن و خوندن کاور کردن. آها بگو یعنی آها بگو، بگو این ترجیبا این یعنی این چیزی که درونش تکرار میشه به این معنی هستش، موتیو تکرار شونده. امر بیجای به ما بود زحمت بکشی، یعنی اومده بود تو کار مزرعه کمکمون کرده و زحمت کشید. حالا نمیدونم اینو به هم ارتباط داره یا نه. بیجار همین بیجاره، همین الان متوجه شدم. بیجار همون کار زراعت بندرانزلی تو کار نوقان و اینا هم هستن فکر کنم، یعنی پرورش یه قسم این کشتی هم آورده بودم یادم رفت نشون بدم. یه دونه اردک هم دارم، گفتم اینجا چون ملوان بندرانزلی نمادش قوی سپید هست، فردا نشونش میدم دوباره. الان نصف شب خوابیدن اردکا. می چلچراره یعنی وقت شادی من است. تو یوتیوب هم دارم نشون میدم همین صفحه رو. می چلچراره یعنی وقت شادی منه. امشو شیمی خونه و شیرینی خورانه. امشب شمی ببین مازندرانی من یه مقدار بلدم، اونجا سربازی بودم این مدت، ببینم چقدر شباهت داره و چقدر تفاوت داره. امی شمی یعنی این مشترکه، یعنی خونه شما. البته مازندرانی ها به خونه نمیگن خونه، یه چیز دیگه ای میگن، الان تو ذهنم نیست. سره توی با آمل و بابل و قائم شهر اینا فکر میکنم میشه سره، شاید اشتباه میکنم. آها بگو. بعد میگه این عبارت بعدی اینه که دیگه چیزی نمیتونم بگم، شب خوابم نمیبره. پس من اینجا چه کلماتی متوجه شدم؟ بیجار رو تونستم به یاد بسپارم. بعد لباس میشه قباق. چقدر جالب، خیلی جالب بودیم برام. آفتابه و سنگینه جرگیت من، یعنی من که بعد خودش تو پرانتز گفته که این جمله رو من نمیتونم به فارسی برگردانم، در سایت طرفداری نوشته. این یکی سایتی که ترجمه گذاشته بود چی؟ کاش یه آدم گیلانی بود ازش میپرسیدیم. خب شاید لابد یه چیزی که نمیشه توی پابلیک گفت دیگه.
آخه چند ببین خیلی چیزای غنی در اونجا هست از نظر فرهنگی ها، ولی این چون که فولکلور هست، خیلی انترتینینگ و سرگرم کننده هست. من این شما نباید رو حساب این بذاری که این هست ادبیات حوزه کاسپیان خیلی غنی تر از بعضا توی زبان فارسی شما میتونید پیدا بکنید در جای جای ایران. ولی خب این نه تو مثلا تو ایران، توی کشور ایران زبان فارسی مثلا ما چیزایی که فولکلور تو فارسی هست خیلیشون مثلا آنچنان معانی خاصی ندارن که تو کشورهای دیگه هم من میدونم همینطوره. مثلا در انگلستان همین یه زمزمه آهنگ اینجوری هست The Magpie، اگه شما بخوری میگه این اصلا چیه مثلا، در صورتی که نمیتونی بگی زبان انگلیسی اینه که شکسپیر هم داره. یا در ایرلند هم همین هست، اینی منی مای نیمو، همین اتل متل توتوله خودمونه، 10 20 15 1000 و 60 و 16، هر کی میگه 16 نیست 17 18 19 20. خب یکی مثلا اینو بیاره و بگه آقا این زبان فارسی که میگفتن این بود؟ نه، ما اینجا خیام هم داریم، رودکی هم داریم، حافظ هم داریم، سعدی هم داریم، ولی این انترتینینگه، یعنی اینو باید تفکیک قائل شد. بعد این آهنگش باحاله، آخه آهنگش یه جوریه انقدر باحاله، متنش من نمیتونم، چون آهنگش نمیتونیم بریم تفسیر بکنیم که گفتیم اینجا متنش بتونیم کلماتی یاد بگیریم. آخه چندی میپوس و بکنم می پرتقاله، تا چند وقت دیگه باید پرتقال پوست بکنم، چندی نگاه و بکنم بلندی براره، تا چند وقت دیگه باید داداش قد بلند رو نگاه کنم. اینجا مخاطب کیه توی این متن و گوینده کیه متوجه نمیتونم بشم. این حالا تلمیحی داره، اشاره‌ای داره به موضوع خاصی، یک رویداد خاصی، واقعه خاصی. احتمالا مردم گیلان بدونن این در واقع مربوط به چیه، چون میدونم مثلا در مورد کشت و زراعت برنج چیزای محلی خاصی هست، مثلا راهن میخونن، یا نمیدونم در مواقع خاصی همین رویدادایی که تو بازار هست اینا. ولی اینو من نمیدونم از چه زمان بوده. آخه چندی میپوست و بکنم می پردقال نکنه پرتقال ریشه گیلکی داره اصلا؟ نه، پرتقال که کشور پرتقال هم داریم، ولی پردقال، ببین پرتقال هم یه پرده‌ای پوشوندتش دیگه، پرتقال نبوده در زبان خیلی قدیم؟ چون خیلی قدیمیه، میدونید دیگه دیلمان منطقه گیلان خیلی قدیمیه، مثلا خیلی خیلی قدیمیه، شاید مثلا خیلی زیاد. یه جایی هستش اونجا چند تا محوطه خیلی باستانی داره، یعنی شما باید اصل چیزا خیلی پیچیده زبانی قدیمی رو اصلا اونجا بری ریشش رو پیدا بکنی. یعنی همینجوری نیست که یه دفعه یه چیزی گفتم نکنه که مثلا پرتغال نکنه ریشش در منطقه کاسپیان بوده، ممکنه باشه. چندی نگاه و بکنم بلندی براره، چند وقت دیگه باید داداش قد بلندت را نگاه کنم؟ آها بگو بلندی برار، بگو می دل کاره. داداش قد بلند، این خانومی داره به یه خانوم دیگه ای میگه، داره میگه داداش قد بلندت همون کاری رو که من میخواستم کرد. بعد میگه امروز نشاست وا بکنیم، یعنی نشا، فردا دوباره. نشا رو میکارن یا میکنن؟ نشا و چنوق از مراحل کشاورزی تولید برنج در مزاره. بگو میچینی کاسه چینی من، قربون بشم لک. میدونم ترسم بخونم کپی رایت پیدا کنم. تیچب و راسته، یعنی دختر قربون
یعنی دختر قربون فرق باز کردن موهات بشم. خب این الان مثلا مجوز نمیدن برای چه تولیدات موسیقایی که مسائل ممیزی داره. قربون بشم لکوت چپ. چجوری بودین؟ قربون بشم. کاش اینجا چیز اف ال رو میوردم موزیکشو پلی میکردیم. بیارم الان. چه همین الان به ذهنم رسید دارم اف ال استودیو. چه چیزی جالبی به ذهنم رسید. کپی رایت پیدا میکنه اگه چیز باشه، ولی یه چیز ساده میاد زیاد وارد نیستم، فقط میخوام چیدمان نوتاشو یه چیزی بیاریم همینجوری، مثلا همینجوری بابا یه چیزی بیار، مثلا اینو میذاریم اینجا اینجوریه. قربون بشم لکوت خب یادم بیاد چیه. قربون بشم لکوت چپاسته، یعنی بشم میچینی غوری تازه یارم حکته بود تی چشم کوری. یار تازه من به کوری چشم تو گرفته بود. بذار اینجا چیزم داره، سرعت چیزی بیارم پایین. میچینی کاسه یادم قربون بشم لکوت چپ راسته میچینی غوری تازه یارم حکته بود تی چشم کوری. دگوت من شوخود. یعنی چی دیگه؟ چی نمیتونم بگم امشب خوابم نمیبره. میشه چی؟ نمیتونم واقعا. این ساختار این زبان خیلی متفاوت تر از فارسیه از نظر ادای کلمات و واژگانی. اولین بار من مواجه میشم با همچین چیزی ها که شما هجاها رو نمیتونی توی ذهنت بیاری اگه تسلط نداشته باشی به این زبان. آفتاب و سنگینه جرگیت منم. خب اینو من شنیده بودم که میتونم بگم، ولی احتمالاً کیورد و ابزار زبانی نگارش این زبان رسم الخطش یه خیلی متفاوت تر از این رسم الخط عربی که ما داریم بوده، به خاطر همین نمیشه به فارسی نوشتش. آفتابه و سنگینه جرگیت منم. ببین گرفتن در مازندرانی یعنی ورداشتن. ببین الان فهمیدم اینم متفاوته. در مازندران بیره بگیر ورش دار. فکر کنم اونا هم همینو میگن. خب پس ما اینجا بتونیم یه دونه نتیجه گیری بکنیم و کانکلود بکنیم. من بعدا باید حتما بهش بپردازم، چون الان موضوع ملوان بود، همینجوری به صورت پایلوت گفتم بیارم متن رو ببینیم. همه چیزهای جالبی که در قلمرو جغرافیای فرهنگی کشور ایران باشه رو من اینجا سعی میکنم به بهانه‌های مختلف که هست یه چیز ازشون یاد بگیرم. پس ما اینجا تونستیم بفهمیم که این متن فهمیدم آقا از چلچران یعنی محل وقت شادی. خب مازندرانی هم همین هست، یه آهنگی هست چلچران. آره همین آهنگایی که میخونن. تو یوتیوب اگه افرادی داشتن میدیدن ببخشید حواسم نبود زوم بکنم ببینید. این بود همین متنی که داشتیم میبینیم. بوشوم یعنی برم. این دومین چیزه که من یاد گرفتم. قبای گالشی یعنی لباس محلی. نکنه گالش که توی منطقه ما هم به کفشای که قبلا با
با گیوه متفاوت بود. بهش گفتن گالش نکنه، هم منظور لباس محلی، کفش محلی است. امیر ربی جای به ما بور زحمت بکشه. یعنی اون فرد اومده خیلی باید داستان جالبی داشته بوده باشه این. حالا ما همین 9 سال قبل شنبه 20 تیر 94 یکی اینو گذاشته اینجا. من دانشجو بودم آقا، یه نفرم لایک کرد، حالا منم لایک میکنم. ما باید ورود کنیم آقا، نخواستیم ولش کن. خب این بود، ما اینجا خواستیم این که حالا ربطی نداره رقص سما، چه میتونه ربط داشته باشه، ولی اینو خواستیم باش آشنا بشیم. ویدیو رو من ضبط کردم، حالا در آپارات قرار میدم. در یوتیوب هم یه کانالی من دارم موضوعات هنری و فرهنگی و موسیقایی هست، اونجا آپلودش میکنم. توی یوتیوب هم که این چیز سبز هستش. خب همین بود. حالا کامنتار بعدا نگاه میکنم. قسمت بعدی حتما الان میارم این ای آی و همین الان یه روب دیگه در مورد آقای سیروس قایقران. خیلی من دوست می‌دارم در مورد این فرد بیشتر بدونم. من بخوام به جای اینکه سرچ بکنم بعد بیام اینجا توضیح بدم، اینجا از ای آی بپرسم. این تصاویرم مربوط هستش به بندر انزلی. خیلی زیباست، خیلی زیباست. خیلی من دوست می‌دارم الان برم اونجا. والا ما اینجا در عراق بلیت ندونستیم این بازی رو پیدا کنیم. برم یکی این بازی‌های ملوان اونجا شرکت بکنم در این ورزشگاهشون. یه منطقه‌ای داره مچکن، اونجا میرن افراد قدم میزنن، بعد اطرافش اون تالابی که داره. خب همین بود این ویدیو. حالا قسمت‌های بعدی در مورد سیروس و جامعه حذفی اخبار و اینا رو بشین پردازیم. خیلی ممنون که وقت گذاشتید. بخش دیگه وقتتون گرفته شد. فعلا همگی خدا نگهدار.